یک بینماز با شیطان میگوید رفیق شدند و این بینماز نشناخت که این شیطان است، زیرا شیطان خودش را در هر صورت آدم تبدیل داده میتواند مگر در صورت پیغمبر خدا در آوردن میتواند. این حدیث پیغمبر است. باری میگوید با یک بینماز رفیق شد، از سحر تا شب همراه او سیر کردند. شب جایگاه خواب پرتافتن، خواستن که خواب کنند که شیطان از پهلوی این بینماز میگوید چیکار کرد؟ خودش را دور کرد و از او گریخت. این مرد بینماز فریاد زد، گفت ای رفیق، گفت کجا میگریزی؟ از سحر تا بگاه همراه من بودی، با ما انس گرفتی، من تو را دوست میدارم، کجا رفتی؟ گفت من رفیق تو نیستم، من شیطان هستم. من از سحر تا بگاه همراه تو بودم، لیکن نگاه کردم که 5 بار امر پروردگار تو ترک کردی. 5 بار میترسم که باز از کثافتی تو بینماز بالای من یک ضرر زیان نآید از جانب خداوند. از این خاطر پهلوی من، یعنی من زیبنده پهلوی تو ندارم. گفت ای بینماز،